ولی صفر ملوان صفر. آقای درویش نمیتونی بازیکن بیاری، نمیتونی دیگه تو پرسپولیس بمونی، سیکشتیر تو بزن. هوادار دیگه طاقت نداره، یه بازی، دو بازی، سه بازی، هفته پنجم 8 امتیاز از دست دادیم، 8 تاش هم تو تهران از دست دادیم. تیم که اصلا ریده، اصلا بازی نمیتونیم، دوتا پاس نمیتونستیم به هم بدیم، بیشتر از 2 دقیقه توپو نمیتونستیم تو زمین خودمون نگه داریم. اصلا چی بگم. یعنی اون بیفومایی که تو استقلال خوزستان بود تو پرسپولیس نیست. آقا بازیکن میاره، آقای درویش نمیتونی چی سیکتیر تو بزن. هوادار نتیجه میخواد، همین. یعنی هفته بعد یه بازیکن مهاجم نوک دفاع نیاد تو پرسپولیس دیگه. آقای درویش سیکتیر تو باید بزنی دیگه خداحافظی کنیم با پرسپولیس دیگه. هوادار طاقت نداره، همین.